اما شیطان هر گناهی گفتیم که روانشناس خوبی است، درجه 1 استاد روانشناسی است، خوب انسان میشناسه. چرا که در حدیث هم هست، میگه که وقتی که آدم در همون مجسمش بود، هنوز درش رو دمیده نشده بود، شیطان میگه گفت که وقتی دید که انسان تو خالی است، گفت که هذا خلق لا یتمالک، این خودش نمیتونه کنترل کنه، سود فریب میخوره. خب اولین کاری که شیطان کرد این بود که شروع کرد به وسوسه کردن به آدم و حوا علیهم السلام. بعد وسوسه کرد، قسم یاد کرد برای اونها، چون گفتیم حالا اگر این بهشتی در آسمان هاست، خب ابلیس هنوز که از آسمان ها رانده نشده بود، تنها از اون مقام و منزلتی، از اون وزارتی که مثلا داشت، از اون پستی که داشت طرد شد، پست بندگی برای خدا، از اون مقام طرد شد. آدم و حوا به بهشت رفتن. خب در بهشت که روی شیطان هنوز بسته نشده بود، شروع کرد به وسوسه کردن. بهشون گفت، قسم یاد کرد، با خدا من خیرخواه شما هستم. و قاسمهما انی لکما، من ناصح شما هستم، انی لکم من الناصحین. قسم یاد کرد، قسم، اینقدر قسم یاد کرد، گفت تا وقتی که آدم و حوا فریب این قسم ها را خوردند. گفت که آدم از این درخت بخور، وقتی از این درخت خوردی هم به علم دست میابی و هم به زندگی جاودان. علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، درخت حیات. اگه از این درخت خوردی تو دیگه اصلا نمیمیری، همیشه زنده هستی. و ملک لا یبلا، هر چی هم که زیر دستت باشید از دست نمیدی، از بین نمیره. وسوسه. انسان این در طبعش هست دیگه، ما همه زندگی رو دوست داریم و همچنین اون چیزی که ما یملک ماست دوست داریم، همه دوست داریم اینو. خب وسوسه کرد، آدم فراموش کرد، فنسی، انت قرآن میفرماید فراموش کرد، از اون درخت خورد تا اینکه دیگه از بهشت رانده شد. خدا فرمود که همه برید روی زمین. در زمین حالا شیطان دیگه به راحتی میتونست در گمراهی انسان ها راحت تر هست. خداوند آدمو با یک تجربه فرستادش رو زمین. اول بهش گفت که این دشمنت هست، متوجه شدی، دیدی که چی گفت، شنیدی، سجده نکرد و چی گفت، الان دشمن توست، از این درخت نخور، از شیطان هم پیروی نکن که شما رو از بهشت بیرون میکنه، دچار شقاوت میشید. این اندوخته بود برای اونها، شیطان فریبشون داد، با این اندوخته اومدن روی زمین. خدا فرمودن که حالا برید روی زمین. در اونجا شروع کرد به حالا وسوسه به صورت خیلی راحت تر، تزیین زینت نمودن گناه. گناه طبیعتا ما بدمون میاد، با سرشت انسان منافات داره. الان هم ثابت شده که وقتی ما گناه میکنیم تأثیری بدی روی روح و جسد ما داره. وقتی انسان کار خوبی میکنه، روح و روانش، جسدش شاد میشه. شیطان میاد برای وسوسه کردن، تزیین میکنه. و زین لهم الشیطان ما كانوا یعملون، تزیین میکنه گناه را. شما الان نگاه کنید، سعی میکنن میگن که اسمش نمیدونن زنا، روابط نامشروع نمیگن زنا، 100 تا اسم براش میذارن. اونی که رابطه برقرار میگه با به خدا ما قصد خوبی داریم، رابطمون پاک هست، حلال هست، هیچی با کاری نداریم، فقط با هم صحبت میکنیم، با هم خلوت میکنیم، هیچ کاری نمیکنیم، دوستش دارم، میخوام باش ازدواج کنم فقط.
مثل خواهر خودم هست، بهش کمک میکنم، به خانوادهش کمک میکنم. مثل نکن شیطان از کجا، از چه دروازه‌ای وارد میشه؟ تزیین گناه زیبا نشون میده، چطوری انسان رو فریب میده. این در مسئله فرد. حتی امت ها خدا میفرماند که تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلک، سوگند به الله که به سوی امت های قبلا پیامبران فرستادیم. اما چی شد؟ فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال این امت را براشون زیبا جلوه داد. اون تمدنی که داشتن، اون فرهنگی که داشتن براشون چشم زیبا بود. گناه میکردن، فسق و فجور میکردن، غل و غش در اقتصادشون داشتن، تجاوز میکردن به حقوق دیگران، به ملت‌های دیگر. همه اینها در نظرشون زیبا بود. الان هم وقتی نگاه میکنیم به حقوق ملت‌های دیگه داره تجاوز میشه، به نام‌هایی، تحت یک نام‌هایی، یک مسمیاتی گذاشتن، دفاع از حقوق بشر، آزادی بیاریم براشون، مبارزه با فلان، برای تجاوز به حقوق امت‌های دیگه، ملت‌های دیگر، سرکوب نمودن انسان‌ها. امت‌ها هم اعمالشون براشون تزیین میشه. اون گناهی که انجام میدن در اون امت هست تزیین میشه. الان نگاه کنید به وسیله رسانه‌ها چقدر گناهان برای مردم تزیین داده میشه. اصلا ما متوجه هم نمیشیم که دیگه این گناه هست، اینقدر تزیین داده شده. زیباست دیگه، در چشم ما زیباست. کی دیگه الان منکر میدونه که یک مرد و زن نامحرم رو در کنار همدیگه ببینه؟ متاسفانه این تزیین شیطان هست دیگه. شیطان تزیین داده، با محرمات و خبائث میاد به همین صورت فریبشون میده، امر به فحشا میکنه. طور که خدا میگه و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. کار زشتی انجام میدن، میگن که خدا امر کرده، آبا اجدادمون انجام دادن، مگه اونها هم گمراه بودن؟ این دستور خداست. ها صد تا مرتکب صیغه و متعه و فلان و فلان و فلان و فلان میشه، میگه که والله امرنا بها، خدا امر کرده، خدا حلال کرده، اجداد ما انجام دادن، بزرگان ما، ائمه ما انجام دادن. خب خداوندم در جا میگم که بگو خدا امر به فحشا نمیکنه. این چیزیش که شیطان وقتی امر به فحشا میکنه، نه خدا. به خدا نسبت ندهید. و به خاطر این تزیینی که میکنه مردم در گناه واقع میشه، مرتکب میشه، تقربا الی الله انسانو میکشه، تقربا الی الله مردمو میخوره، تقربا الی الله زنا میکنه. تزیین شده دیگه. اونو دیگه جزو حالا دینش قرار داده. مگه از مشرکین نقل نکنن خداوند که اگه فحشای مرتکب شدن، کار زشتی مرتکب شدن، که خدا امر کرده. الان این خلاصه‌شونو بگیم. هر گناهی که، هر چیزی که در بین بنی آدم، از کفر، قتل، دشمنی بین انسانها، دشمنی بین مرد و زن، همسرها، و فحشا، زنا، مشروب خواری، بی‌حجابی و بدحجابی، عبادت بت‌ها، انجام کبائر و ترس از انفاق، که اگه انفاق کردی بدبخت میشی، فقیر میشی. خودت چی کار میکنی؟ چی که خودت برمیگرده؟ نده، بذار بمیری از گرسنگی. اگه خود میخواست خدا بهش میداد. همه اینها از عمل شیطان هست. خداوند فرمود که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. شیطان میخواد با این کارها شما رو از خدا باز داره، میخواد در بین شما ایجاد دشمنی کنه. پس هر گناهی ما مرتکب میشیم از شیطان هست و هدف شیطان هم ایجاد دشمنی است، دور کردن ما از خدا و در نتیجه از حزب الشیطان شدن. چون شیطان که میدونه جهنمی است، خدا لعنتش کرده، از رحمتش طردش کرده، هیچ امیدی دیگه نداره که به رحمت خدا بازگرده. بدین خاطر تمام کوشش خودشو به کار میبره که بنی آدم را هم جزو حزب خودش کنه، بشن حزب الشیطان، بشن برن جهنم. این کل هدف شیطان هست.
تا اینجا برنامه ما تموم شد. وقت برنامه تموم شد. انشالله که در برنامه آینده بار دیگه بعضی از سفارشات قرآن رو در مورد برخورد ما با شیطان ذکر خواهیم کرد و بعد شروع میکنیم به اون دامهایی که شیطان گسترانیده. یک دام هم نیست، هزارها، صدها هزار، میلیونها دام شیطان پهن میکند برای شکار کردن انسانها با اون درجاتی که دارن. حتی اون انسان صالحی هم با تقوایی هم که هست، شیطان دام خودش رو پهن میکنه که اونم شکارش کنه. نم کی میتونه. تا برنامه دیگه همه ما در حفظ و پناه خدا همیشه به خداوند شر شیطان پناه ببریم. همیشه ذکر زبانمون باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در هر حالت. اون وقت هست که میتونیم یه لحظه ای انسان احساس آرامش کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.